به نام خدا، موضوعی را که میخوانیم در رابطه با سیستمیک لوپوس اریتیماتوسیس می باشد. اسیلی یا مریضی سیستمیک لوپوس اریتیماتوسیس یک مریضی اتومیون می باشد. مثل تمام امراض اتومیون بیشتر پیش خانم‌ها دیده میشه، بیشتر در پیش اشخاصی که افریقایی امریکایی باشه، یعنی سیاه پوست های امریکایی باشه دیده میشه و معمولا در سنین 15 تا 45 سالگی به وجود میاد. در این مریضی که می باشه انتیبادی ها هست، یک مریضی اتومیون هست که در مقابل حجرات به وجود میاد، یا هم انتیبادی انتیژن کامپلکس در حجرات ترسب پیدا میکنه. خب انتیبادی ها که می باشه در مریضی سیلی در مقابل موادی که در داخل هسته می باشه به وجود میاد، مثلا ANA یا آنتی نوکلیر آنتیبادی می باشه. دیگه آنتیبادی انتیژن کامپلکس یا همون ایمیون کامپلکس را که ما میگیم در داخل خون قرار می داشته باشه، جریان پیدا میکنه، میره و در انساج مختلف جمع میشن که از نوع تایپ 3 هایپرسنسیتیویتی ریاکشن می باشه. همچنان دیگه انتیبادی انتیژن کامپلکس ها میتونه سیستم کامپلمنت را فعال بکنه، پروتین های کامپلمنت به مصرف برسه. یکی از امو فایندینگ های این مریضی کمبود پروتین های کامپلمنت می باشه یا هایپو کامپلمنت ایمیا و شما این را معاینه میتونین یا دایرکت C3 و C4 را معاینه میکنین یا CH50 را که کلاسیکل پاتوی را نشان میده معاینه میکنین که کم میشده باشه. عوامل سیلی معمولا تا هنوز اطور دقیق فهمیده نشده، اتیولوژیش ناشناخته می باشه، ولی میتونه فاکتورهای مثل ژنتیک، ایمیون سیستم، انوایرنمنتال فاکتور یا فاکتورهای محیطی در این نقش داشته باشه. باز ویروس ها و حتی شعاع آفتاب را هم میتونه که در این دخیل بدانند. انتیبادی هایی که در این مریضی به وجود میاد، مهمترین انتیبادی ها ANA می باشه. ANA که هست انتیبادی می باشه، از نامش معلوم میشه در مقابل محتویات هسته‌ای یک حجره به وجود میاد، در خون مریضایی که این مریضی را داشته باشن موجود می باشه. همچنان در 5% اشخاصی که نرمال باشه شما این انتیبادی را میبینین. در یک تعداد امراض دیگه هم دیده میشه. این انتیبادی سنسیتیو هست ولی اسپسیفیک نیست، یعنی در مریضای سیلی معمولا پوزیتیو میشه ولی اسپسیفیک نیست. به این معنا نیست که شما اگر ANA را پیش یک مریض دیدین دیگه حتما بگوین که سیلی داره. ANA داره میشه یک مریضی دیگه داشته باشه که باز میخوانیم. اگر تستشان نگاتیو آمد، ANA شان منفی آمد، به احتمال بسیار قوی ما گفتم میتونیم که مریض این مریضی را نداره، یعنی اسیلی نداره، حتما یک مریضی دیگه داره. این انتیبادی را معمولا در سوالا برای شما میگه که یا پوزیتیو یا نگاتیو. اگر پوزیتیو گفت بیشتر شما به طرف این مریضی فکر میکنین اسیلی، اگر نگاتیو گفت که خب فکر نمیکنین یعنی شاید یک مریضی دیگه داشته باشه. ولی یعنی برای شما در سوالا به شکل پوزیتیو نگاتیو راپور میده، ولی در ساحه عمل این شما به شکل تترهای 1 و 20 و 1 و 200 میتونین که تا 1 و 200 این راپور بده برای شما. این چی معنا میده؟ اونمون سمپل را که میگیرن که معاینه میکنن به خاطر دریافتی انتیبادی، او را رقیق میکنن، دایلوت میکنن. اگر او را 20 مرتبه دایلوت بکنن پوزیتیو باشه، یعنی این انتیبادی کم است. در 20 مرتبه دایلوت شدن این دیگه منفی میشه. اما اگر 200 مرتبه او را شما دایلوت کنین هنوز هم شما این انتیبادی را ببینین، یعنی که مقدار از این انتیبادی خیلی زیاد میباشه و پوزیتیو میباشه. به می خاطر 1/200 معمولا نشان دهنده اما پوزیتیو بودن این انتیبادی میباشه. 1/20 اینا نگاتیو میباشه. معمولا 1/60 و بالاتر از را پوزیتیو تلقی میکنن که نشان دهنده موجودیت انتیبادی میباشه. انتیبادی دیگه که میباشه انتی دابل استرند دی ان ای انتیبادی میباشه. ای اسپسیفیک میباشه، یعنی وقتی که
شما این انتیبادی را در یک شخص پیدا کردین، میتونین بگوین که این مریض چی داره؟ اسیلی داره، یعنی تنها معمولا در اینمی مریضی دیده میشه که این نشان دهنده فعال بودن مریضی را نشان میده و همچنان مشکلات گرده را که پیش این مریض ها به وجود میاد باعث اینمی انتیبادی می باشه. انتیبادی دیگه که می باشه انتیبادی اسمت می باشه، نام منفری که را کشف کرده، این در مقابل رایبو نوکلیو پروتین ها به وجود میاد که را میخوانیم. SNRNP چی است؟ ما در بخش بیوشیمی خوانده بودیم وقتی که DNA میایه به RNA تبدیل میشه، RNA میایه به پروتین تبدیل میشه، همین DNA به RNA را به نام چی یاد میکنه؟ به نام ترانسکریپشن یاد میکنه. شما اگر بخش بیوشیمی را یک مرور بکنین وقتی که همون تمپلیت RNA ساخته میشه در خود دارای انترون ها و اکسون ها می باشه که باز انترون هایش از یکی دیگه جدا میشن که اما تنها قسمت های اکسون هایش باقی میمونه که میره بالاخره باز پروتین به وجود میره. این همی انترون ها اینا را که از همی تمپلیت جدا میکنه اون همون پروتین های از نام اسمال نوکلیر رایبو نوکلیو پروتین ها را که با نام یک قسمت ترانسکریپت RNA یک جای میشن، یک ماده را، یک پروتین را، یک ساختمان را میسازند به نام اسپلایسوزوم. وظیفه چی میباشه که انترون ها را از اکسون ها جدا میکنه و انتیبادی در مقابل اینمی اسپلایسوزوم چی است؟ امی SNRNP یا انتی اسمت انتی بادی میباشه. این انتیبادی که میباشد یکی از اجزای یعنی یک انتیبادی در مقابل اجزای داخل هسته‌ای می باشه. شما ببینید انتیبادی های مختلف در اینجا می باشه که در امراض مختلف شما این را می بینید. مثلا انتی اسمت در لوپس دیده میشه، انتی RNP که هست در میکس کنکتیو تیشو اسیلی اسکلرودرما دیده میشه یا انتی جو1 در پولی مایوسایتس و دیگه این انتیبادی را که شما می بینید که باز در سای آینده هم در رابطه با این مریضی ها ما بیشتر میخوانیم. اعراض علائم اسیلی که میباشه اما حملاتش میباشه پیش یک مریض به وجود میایه، اعراض علائم به وجود میاره، باز برای چند وقت مریض خوب میشه، دوباره به وجود میاد فلیرز and remission، یعنی اعراض علائم مشکلاتش به وجود میاد خوب میشه و دوباره باز میتونه به وجود بیایه. تب می داشته باشه این مریض ها، ویت لاس می داشته باشن، خستگی، لیمفادینوپاتی می داشته باشن. یکی از فایندینگ های کلاسیکش حتما به یادتان بمانه که این معمولا بر شما در سوالا کمک میکنه، مالر رش می باشه، این را به نام باترفلای یا شهپرک رش ها هم یاد میکنه. شما اینجا ببینید روی این مریض به دو طرفش هم تقریبا شکل شهپرک ها یا باترفلای را می داشته باشه. معمولا وقتی که مریض ها در مقابل با شعاع آفتاب قرار میگیرن اینا به وجود میاد. یک رش دیگه هم بهشون می باشه به نام دیسکویت رش می باشه که به شکل دایره‌ای می باشه، بیشتر در نواحی دست ها یا ساعد بیشتر دیده میشه. دیگه مشکلی که پیشون به وجود میره رینات فنومنان می باشه. رینات فنومنان و ببینید اینجا در تصویر که باز انگشتایشان سفید و بازشان به شکل کبودی یا بلو شده. این چرا به وجود میاد که اینمی رگ ها تقبض میکنن، جریان خون به این طرف کاهش پیدا میکنن. رینات فنومنان میتونه پرایمری باشه یعنی علتش نامعلوم باشه یا سکندری باشه. یک مریضی مثل لوپس یک شخص داشته باشه پیشش رینات فنومنان به وجود بیاید. وقتی که خون تبا نرسه در اوجه دیگه درد به وجود میاد و اوجه رنگ خود از دست میده یعنی سفید رنگ میشه و معمولا این رینات فنومنان در وقتی که شخص با همی درجه حرارت پایین یا سرد مواجه شده به وجود میاد. به طور نرمال اما شما وقتی که در زمستان میباشه یک اندازه اینجا تقبض میکنه ولی رینات فنومنان این تقبض بیشتر میباشه و اویه ها اسپازم میکنن، خون نمیرسه، سبب درد میشه و میتونه قرحات را به وجود بیاره. دیگه امراض اتومیون هم دیده میشه، گفتیم میتونه که به شکل پرایمری باشه یعنی تنها خود رینات فنومنان باشه یا هم یک مریضی دیگه داشته باشه یک شخص که مشکل پیشش به وجود بیاید. دیگه از سیمپتوم هایش می باشه قرحات دهان
و نواحی بینی می باشه پیششان. دیگر میتونه التهابات مفصلی باشه، مفصلایشان دردناک می باشه، پوندیده می باشه. التهابات پشت‌های مخاطی می باشه مثل سیروسایتس که التهاب پلورا پریکارد میتونه پیششان موجود باشه. پلورا که وقت التهابی شوش از که نفس میگیره درد می داشته باشه. پینوت انسپیریشن یا پریکاردایتس می باشه. دیگه مشکلات خون رو به وجود میاره، انیمیا، ترومبوسایتوپینیا، لوکوپینیا. اینی مشکلات دیگر مثل سیروسایتس، مثل آرترایتس، اینا معمولا در نتیجه تایپ 3 هایپرسنسیتیویتی ریاکشن با وجود میاد، یعنی آنتیبادی تجمع پیدا میکنه در یک جای و اونجا را تخریب میکنه. ولی مشکلات خون که میباشه در نتیجه تایپ 2 میباشه، یعنی آنتیبادی تولید میشه میره و این حجرات را تخریب بکنن. دیگه میتونه دماغ را، سینس را درگیر بکنه. مشکلات کاگنیتیو یا شناختی را به وجود میاره، شخص کانفیوز میباشه، گیج میباشه، حافظه خود را از دست میده. دیگه میتونه استروک یا هم سیجر را به وجود بیاره. مشکلات گرده را به وجود میاره که میتونه نفرایتیک و نفروتیک سندروم باشه یا هر دویش را به وجود بیاره که معمول ترین عامل مرگ را در این مریضا تشکیل میده. بیشتر مشکل یا گلومرولونفرایتس را که به وجود میاره به نام دیفیوز پرولفریتیو گلومرولونفرایتس می باشه که در این مریضای سیلی دیده میشه. خیلی مهمه به یادتان بانه یک نفرایتیک سندروم هست. در نفروتیک سندروم ها باز ممبرانوس گلومرولر ها را به وجود میاره، MPGN را. خب مشکلات را که در قلب به وجود میاره، یک این خیلی مهمه باشه، یک نوع اندوکاردایتس خاص می باشه به نام لیپمن ساک یا مرانتیک اندوکاردایتس می باشه. این از نوع نان باکتریال انفلامیشن والف هست، یعنی والف های قلب التهابی میشه ولی غیر انتانی، میکروب در اینجا دخالت نمیکنه. معمولا در اندوکاردایتس می باشه شما دیدین که باکتریا ها نقش می داشته باشه، پاتوژن ها، فنگس ها اینا نقش می داشته باشه، یک عامل انتانی است. ولی در اینجا اندوکاردیت خصوصا نواحی والف ها التهابی شده ولی کدام میکروب اینجا نقش نداره. معمولا در دو طرف والف دیده میشه. این یک مقطع ایکوکاردیوگرافیک می باشه. در اینجا شما یک ویژیتیشن را میبینین که در دو طرف والف های قلب قرار داره. دیگه موجودیت انتیبادی ها در مقابل فاسفولیپید ها می باشه که در این مریض ها خیلی بارز می باشه و مشکلات را میتونه به وجود بیاره. اشخاصی که این مریضی را داشته باشه پیششان به وجود میاد و همچنان خود اینمی انتی فاسفولیپید انتیبادی ها به شکل پرایمری به وجود میاد، یعنی شخص کدام مریضی دیگه نمی داشته باشه که سیلی داشته باشه یا مریضی دیگه که انتیبادی ها تولید شود، خود انتیبادی ها به وجود میان در مقابل پروتین هایی که در فاسفولیپید ها قرار می داشته باشه به وجود میاد. سه پیامد مهم کلینیکی انتیبادی ها چی می باشه؟ که انتی فاسفولیپید سندروم می باشه که مریضی می باشه که پیش شخص در امی شریان هایشان ترومبوز یا لخته های خون به وجود میاد. سبب دیویتی دیوین ترومبوسیس سکته های دماغی میشه و پیش خانما میتونه که سبب سقط همون طفلشان شوه. PTT را بلند میبره و فالس پازیتیو سفلیس را راپور میده که در این رابطه میخوانیم. انتیبادی هایی که در انتی فاسفولیپید انتیبادی ها شامل میشه، یعنی سه نوع انتی فاسفولیپید انتیبادی داریم. یک انتی کاردیولیپین می باشه، لوپوس انتی کوآگولانت و همچنان انتی بیتا 2 گلایکوپروتین می باشه. انتی کاردیولیپین سبب فالس پازیتیو راپور سفلیس میشه. RPR یا VDRL اینا که هستن، همین RPR VDRL خودشان یعنی در تشخیص سفلیس کمک میکنه. اگر پوزیتیو بود میگیم که شخص سفلیس داره، ولی اینمی انتیبادی سبب میشه وقتی که ما برای سفلیس را معاینه میکنیم این انتیبادی ها با نمو تست ما دخالت میکنه، سبب میشه که به شکل اشتباه پوزیتیو راپور داده شود، یعنی شخص سفلیس نداره ولی نمی معاینهشان پوزیتیو میاد. دیگه لوپوس انتی کوآگولانت می باشه که با معاینه PTT
یعنی اینترفیر دخالت میکنه به فالس الیویشن راپور میده. شما میفهمین گفتیم که یکی از مهمترین مشکلی را که انتی فاسفولیپید آنتیبادی ها با وجود میاره عبارت از آرتریال ترومبوزیس میباشه، لخته های خون. ولی چطور پی تی تی را بلند میبره؟ پی تی تی که بلند باشه خون لخته نمیشه. این در داخل خون لخته ها، یعنی در داخل بدن لخته های خون را به وجود میاره. پی تی تی چرا بلند راپور داده میشه؟ وقتی که ما سمپل خون را میگیریم را معاینه میکنیم با پی تی تی، موادی که برای همی معاینه کردن پی تی تی استفاده میشه این انتیبادی لوپوس با اونا دخالت میکنه، اجازه نمیده که خون لخته شود. یعنی با اون مواد را که باز ما علاوه میکنیم اینترفیر میکنه، معاینه بلند میرود، اما پی تی تی بلند راپور داده میشه، در حالی که بلند نیست، به شکل اشتباه بلند دیده میشه. دیگه هم انتی بیتا 2 گلایکوپروتئین میباشه. برای تشخیص سیلی ما برای امو کرایتریا هایش است که از 11 مشکلی را که با وجود میاره 4 تاش موجود باشه. یا شما میبینید مالر رش، دیسکویت رش، فوتو سنسیتیویتی، اورال اورسر و دیگه هایش تمام میشه که میباشه. یک پوینت را که گرچه مربوط ای بخش نمیشه برای شما یک یادآوری میکنیم، برای دانشتان خوب است دکتر سایبا. هر وقت که شما یک مریضی را میخواین که تشخیص بکنین، یعنی خصوصا این انتیبادی ها را که میخواین شما ارزیابی بکنین، قانون ای می باشه که برای تشخیص امراض اول انتیبادی را شما بتین که چی باشه؟ سنسیتیو باشه، یعنی امو مریضی را نشان بده که موجود می باشه. به تعقیبش اسپسیفیک باشه، یعنی تنها در اونمو مریضی موجود باشه. سنسیتیو چی میگه برای ما؟ یعنی باز بیشتر در بخش بایوستاتیک اینا را میخوانیم. سنسیتیو میگه که پوزیتیو بود، یعنی احتمالی را داره که شخص اینمی مریضی را داشته باشه یا هم یک مریضی دیگر را داشته باشه. به چی معنا؟ یعنی فرض مثال اینمی اینی را که ما گفتیم انتیبادی سنسیتیو میباشه، میتونه در استیلی دیده شوه، میتونه در دیگه امراض اتومیون هم دیده شود. ولی اسپسیفیک که گفتیم انتی دبل استرند دی و انتی اسمیت انتیبادی ها می باشه تنها در استیلی دیده میشه. باز بیشتر میخونیم که چرا ما خیلی دایرکت مستقیما اسپسیفیک را انجام نمیتیم، که ما اول یک معاینه دیگر انجام میتیم، باز میایم اسپسیفیک را انجام میتیم. بیشتر در بخش همو بایوستاتیک خواهد خواندیم که همو کیس های پوزیتیو، ترو پوزیتیو و ترو نگاتیو و فالس پوزیتیو و فالس نگاتیو داریم. شما زیاد گیچی نشین. رول امی می باشه که اول انتیبادی را شما انجام بتین که سنسیتیو باشه، با تعقیبش معاینه انتیبادی را انجام بتین که اسپسیفیک باشه. یعنی اول اینی را انجام بتین، با تعقیبش انتی دبل استرند دی ان یا هم انتی اسمیت انتیبادی ها را انجام میدین. پوینت دیگه که خیلی مهم می باشه در سوالا با سر میخورین، drug induced lupus می باشه، یعنی امی لوپوسی که از باعث استفاده بعض دواها با وجود میآید. دواهایی که در اینجا مهم می باشه از عرصهش باید براتان ببونه: آیزونیازید، هیدرولازین، پروکایناماید. یعنی نمونی که هیپ مفصل هیپی میتونه به شما کمک بکنه. میتونه رشد به وجود بیاره، التهابات مفصلی، مشکلات خون و عینه پیشان پوزیتیو باشه، اما مشکلات گرده و سینوس پیشان کمتر دیده میشه. پوینتی که خیلی مهم می باشد، چی رقم شما تشخیص تفریقی میتونین موجودیت انتیبادی ها در مقابل هستون ها می باشه. انتی هستون انتیبادی ها پیششان پوزیتیو می باشه. این مهم است که بر شما اینمی کمک میکنه که تشخیص تفریقی بکنین. دوا را که قطع بکنین این مشکلات هم خوب میشه. برای تداویشون چون یک مریضی اتومیون می باشه، انتیبادی ها تولید میشه، دیگه ایمون کامپلکس ها تجمع پیدا میکنه، شما میتونین که از استروید ها استفاده بکنین، از دیگه دواهای ایمونو سپرسانت استفاده بکنین، از مواجه شدن با شعاع آفتاب جلوگیری میکنین چون جلد حساس می باشه و میتونه اونمول رش ها را به وجود بیاره. دیگه
عامل مرگ اینا را باید شما شناسایی بکنین و کمک بکنین که اینمی مشکلات پیششون بهبود پیدا بکنن. مثلا رینال فیلر معمول ترین عامل مرگ می باشه، میتونه پیششون. انتانات میتونه که عامل مرگ باشه. شما پیشگیری میکنین از مواجه شدن با میکروب ها جلوگیری شوه، یا دواها به صورت پروفیلاکتیک استفاده میکنین. چرا؟ این که ما برای تداوی از اینا از دواهای ایمیونو سپرسیو استفاده میکنیم، اینا دیگه در معرض به امتحانات قرار میگیرن و خیلی زود مریض میشن. دیگه امراض کرونری میتونه که عامل مرگشان تشکیل بده. دیگه ما داریم نیوناتال لوپوس. لوپوسی که پیش نوزادا می باشه. این چرا به وجود میاد؟ انتیبادی هایی که در خون مادر وجود داره از طریق پلاسنتا عبور میکنه، میاد داخل این نوزاد میشه و البته در جریان حیات داخل رحمی داخل میشه. وقتی که طفل تولد میشه شما یراز علائم لوپوس را میبینین. در 1 تا 2% اطفال دیده میشه که مادرایشان امراض اتومیون داشته باشن، مثل سیلی داشته باشن، مثل شوگرن سندروم داشته باشه که را باز بعداً میخوانیم. انتیبادی های SSA را که به نام رو هم یاد میکنه، یا هم SSB که به نام لا هم یاد میشه. SSA SSB یا رو لا، این توی خوب تر یاد میگیرین. هر کدام از اینا که پوزیتیو باشن میتونه پیش طفل این مشکل به وجود بره. در چند هفته اوله که طفل تولد میشه شما میتونین مشکلات را پیششون ببینین. رش ها را ببینین که چندین نوع رش میباشد در نواحی روی و اسکالپ اینایشان میباشه. خیلی مهم میباشه اینه عرضشان که برای شما تشخیص کمک میکنه. congenital complete heart block. هارت بلاکی با شکل اولادی می باشد، 93 دیگری یا کامپلیت می باشد، هارت ریتشان پایین می باشد. طفل که تازه تولد میشه باید 120 تا 160 هارت ریت داشته باشه، ولی اینا 50 می باشه و در مقابل استریت ها هم جواب نمیده. ایستیجیشان که شما ببینید کامپلیت هارت بلاک می باشه. ببینید که موجه های پی با کیو آرس هیچ ارتباط نداره که ما اینا رو در بخش قلبی قبلا خواندیم. خب این موضوع ما از کتاب فرست. البته ایره ما در بخش اسکین و کنکتیو تیشو هم خواندیم که صفحه 476 میشه. اسیلی یک مریضی سیستمیک باشه، ریمتینگ می باشه، خوب میشه، دوباره به وجود میاد. مشکلات را که به وجود میاره از باعث تولید انتیبادی ها می باشه که میتونه تایپ 2 هایپر سنسیتیویتی باشه یا هم تایپ 3 باشه، یا انتیبادی مستقیما در مقابل حجرات تولید شود یا هم ایمیون کامپلکس ها تجمع میکنه، باعث کم شدن پروتین های کامپلمنت میشه. بیشتر پیش اشخاصی که سیاه‌پوست های امریکایی باشه دیده میشه. این مشکلات را میتونه که به وجود بیاره. لیپمن ساک اندوکاردایتس در استیلی دیده میشه که یک نوع نان انفکشوس ویژیتیشن ها می باشه که در دو طرف والف های قلبی دیده میشه، یعنی کدام میکروب ها در اینجا نقش نداره. عوامل مرگ و میرشان که از مشکلات گرده معمول ترین عامل مرگشان تشکیل میده. انتانات مشکلات قلبی که امراض شرايين کرونری را به وجود میاره. در این انتیبادی ها که در این مریضی که می باشه انتیبادی اینی سنسیتیو می باشه، دیگه انتیبادی های مثل دابل استراند دی و همچنان انتی اسمت انتیبادی ها پوزیتیو می باشه. مادرایی که پرگنانت باشن و انتیبادی SSA پیشان پوزیتیو باشه، خطر به وجود آمدن نیوناتال لوپوس پیش طفلایشان بیشتر می باشه که با مشکلات مثل کانجنیتال هارت بلاک، پیری اوربیتال و دیفیوز رش ها به وجود میاد. حجرات خونشان میتونه کاهش پیدا بکنه. یک نمونه که وجود داره رش اور پین، لکه یا درد، که هر حرفش یک مشکلی را که در این مریضی وجود نشان میده که از اینا باید 4 تاش حداقل موجود باشه که شما را تشخیص بکنین. دیگه آنتی فاسفولیپید سندروم می باشه که میتونه پرایمری باشه، سکندری باشه، یعنی خودشان بدون کدامی که کدام مریضی دیگه موجود باشه به وجود بیاد یا در نتیجه یک امراض دیگه به وجود بیاد. آنتی بادی ها در این مریضی تولید میشه. آنتی بادی هایی که بیشتر تولید میشه آنتی کاردیولیپین می باشه، کاردیولیپین. دیگه آنتی بیتا 2 گلایکوپروتین و لوپس آنتی کوآگولانت. این 3 دانه
بهشون تولید میشه که آنتی کاردیولیپین سبب میشه که VDRL RPR پوزیتیو راپورت داده شود. لوپوس آنتیکواگولانت سبب میشه که PTT بلند بروه، به شکل فالس پوزیتیو راپورت داده میشه، یعنی بلند نمی باشه ولی وقتی که ما معاینه میکنیم با مواد معاینه اینا تداخل میکنن و بالاخره فالس پوزیتیو راپورت داده میشن.